عزیز سلام علیکم. 21 ایولی سال 2026 قرار داریم در ناحیه فرخار در باغ قربان نظر که بادام های بهترین داشت. انا باز شفتال های بهترین، نکترین های بهترین را نیز دارد. قربان نظر چند قدر شما نکترین شنوندگی؟ اینجا یک هم 20 نیهال است. 20 نیهال. بله. این رو نیهالش آوردید یا که پیوند کرده؟ این را آوردیم پیوند زدیم. بالای شفتالو. بله. بالای شفتالو. این رو بازار نبرآورده؟ قریب آمدن. در اون هفته دیگه. این خدا خواهد چمپولی بازار ده میرفتگی باشد. در بازار 18 سوم، 17 سوم، 15 سوم میفروشن. 20 میفروشن. ما همین سری چی 8 سوم 10 سوم میتیم. 8 سوم 10 سوم از سر زمین میتید بله، شما. بله. آفرین به شما. شما چقدر بادام پروری ماهر که باشد با شفتالو پروری ماهر هم بودید. بله بله. این بادام این شفتالو شما بعد از 10 روز به فروش تیار می شود. بله بله. ولی سبزتر است. همدوران عزیز بچه مهنت میکنه ده، بچه دهخونی میکنه، صاحب پول میشوه. میشده که من در فرخار مهنت کرده صاحب پول شده ایستاده است. و بچه کو و همینقدر زمینای کلان دارتون، بسیارشون داره. زمیناش خوب، لیکن مقصد نوک، لیکن گرامت نه، یعنی که علم نوک استفاده نمیبریتون. این خیلی علم نوک استفاده بریتون، صاحب پول شویتون، رسیه نرویتون. در همین تاجیکستان حالی چنان خلق بسیار شده است که همه میوه اونو میخرن میخوریم، نمیرسد با میوه. بینید دوستان عزیز، با قربان نظر یک جهان تشکر میگویم برای اینقدر مهنت های میکردهش و الهو دست قربان نظر اصلا در رو نبیند. قربان نظر جان یک جهان تشکر به تو، یک جهان تشکر به تو. با کدام معقول باشد همین کارهای قربان نظر یک لایک مونید، یک نوشته خوبی کنید، کامنتاری خوب مونید.